سروک امریکا دونالد ترامپ نیازا خوا یا وکیشانا هیزین ولات خوا جی سوریه نوکر پشتی ردکرنا انجومنا پیران یا همان ولاتیج هما مریاره را. ترامپ دروپلا خوا یا میدیا جواکی تویتر ده دوهنی وساند که وی میراته که جه گلمشهی لسوریه و افغانستان ورگرتیه و وی ده هلمتا خوا یا هلبجارتنان ده گوتو بو که دوی اف جنگ راوسته. ترامپ سربار کر که سوریه داگرتی بو به اندام ریخستنا تروریستیا داعش ده سردما ویده و نهاجی صد جسدی داعش هاتیه تک برن. ترامپ تکس کر که دم هاتیه او وگرن ولات خوا و دست به بکارانینا پری حکومت امریکا به هوشمندی بکن. او یک هات پشتی دنگدانا بهتریا اندامن انجمن پیران یا امریکا دیجی بریارا وکیشان امریکا جی سوریه یا که ترامپ جنشکا و دابو دنوزده هیوا بوریده. دوی جوینا که انجمن پیران لدار خستو بو جبو دنگدان لسر درخستنا بریاره که کورگریه لی بریارا وکیشان امریکا بکه او بریار هات اریکرن جعالی 68 اندامن انجمن پیران و برانبری 23 دنگین رد کرنه. هروها او بریارا انجمن پیران یا امریکا هوشداری دیده جبریارا ترامپ و دبینه که ارک هیزن امریکا لسوریه و افغانستان هیم بداوی نهاتیه. تاوی که او بریارا انجمن پیران نجه پابندی یجعالی سروک امریکا و لفشارک مزنه لسر ترامپ درباره سیاستاویه درو بتایبت که انجمن پیران نها بهتریا اندام ویج پارتیا جماورینه یا که ترامپ بخوا اندام ویه.